فکر میکنید زیبایی واقعی از درون میاد یا بیرون؟ With today's story, you will find out. اول داستان تصویری رو بدون سابتایتل میبینید و بعد جملات رو تک تک براتون میخونم و از نظر گرامر و تلفظ توضیح میدم. Since childhood, Lila was always shy. In school, if a teacher asked her to read a poem, her heart raced and her cheeks turned red. As she grew older, she still felt a little insecure. The only thing that always gave her comfort and made her feel good was her long dark hair. One day, her best friend Sarah suggested, "Why don't you try changing your hairstyle a little?" Her friend even walked her to the salon door. Lila thought it would be a positive change. Inside, she told the stylist, "I just want a small trim, just to make the ends neat and tidy." While the stylist was working, Lila was distracted by her phone. When she looked up, she saw that her hair was much shorter than she wanted. On the way home, she kept her head down, hoping nobody would notice. When she got home, her friend Sarah said, "Wow, Lila, you look amazing. Your face looks so bright now." Lila was still shocked, but her friend's kind words made her feel a little braver. She realized that true beauty isn't just about hair. It comes from how you feel inside. امیدوارم که از داستان خوشتون اومده باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید تا به ما انرژی بدید. بریم سراغ جملات داستان. Since childhood, Lila was always shy. لیلا از بچگی خجالتی بود. اول جمله کلمه since رو داریم. since یعنی از زمانی که، از اون موقع. وقتی میخوایم شروع یک عمل یا حالت رو نشون بدیم از since استفاده میکنیم. البته اینجا باید بعد از since زمان جمله ما ماضی بعید می بود یا past perfect. ولی در روایت ساده و داستانی میشه از گذشته ساده هم استفاده بکنیم. Since childhood یعنی از بچگی و بعدش گذشته ساده داریم. Lila was always shy. In school, if a teacher asked her to read a poem, her heart raced and her cheeks turned red. اگه توی مدرسه معلمش ازش میخواست که شعری رو بخونه، قلبش به تپش میافتاد و گونه‌هاش قرمز میشد. if اگر. اینجا جمله شرطی داریم ولی جمله شرطی توصیفی ساده مربوط به گذشته. اگه معلمش ازش میخواست که شعری رو بخونه، لیلا قلبش به تپش میافتاد و گونه‌هاش سرخ میشد. مثلا من توی بچگیم هر وقت حشره‌ای میدیدم جیغ میزدم. If I saw an insect, I screamed. پس اینجا ساختار به این شکله. اگه این اتفاق میافتاد، در نتیجهش اون اتفاق میافتاد و هر دو در گذشته است. کلمه race رو داریم. وقتی این کلمه رو میبینید ممکنه یاد کلمه مسابقه بیافتید. چون race وقتی به عنوان اسم استفاده بشه یکی از معنیهاش مسابقه هست. ولی اگه به عنوان فعل استفاده بشه مثل همین جمله ما به معنی تپیدن تند قلبه و ایدی گرفته و گذشته است. raced. فعل turn رو داریم. turn برای تغییر یه چیزی استفاده میشه. مثلا فرض کنید که یه میوه‌ای از سبز تبدیل به قرمز میشه. میگیم the fruit turned red. حالا اینجا هم her cheeks turned red. As she grew older, she still felt a little insecure. وقتی بزرگتر شد هنوز کمی احساس ناامنی میکرد. اول جمله کلمه از یکی از معنیاش وقتی که هست. وقتی که بزرگتر شد.
میتونیم به جاش when استفاده بکنیم. When she grew older. ولی یکم با هم فرق دارن. وقتی as استفاده میکنیم اون همزمانی رو بیشتر نشون میدیم. یعنی وقتی که داشت بزرگ میشد همزمان با بزرگ شدنش اون احساس ناامنی و بی‌اعتماد به نفسی هم باهاش رشد میکرد. فعل grew گذشته grow. برای تغییرات تدریجی در طول زمان از فعل grow استفاده میکنیم با یه صفت. مثلا she grew older. He grew taller. She grew wiser. قسمت بعدی she felt a little insecure. فعل felt گذشته feel. Felt insecure. Insecure یه صفت هست. کسی که احساس ناامنی داره و اعتماد به نفسش پایینه insecure هست. بعد از feel صفت میتونیم بیاریم. Feel happy. احساس شادی. Feel sad. احساس غم. میتونم بگم I felt a little sad. یکم احساس غم داشتم. The only thing that always gave her comfort and made her feel good was her long dark hair. تنها چیزی که همیشه به اون آرامش میداد و باعث میشد احساس خوبی داشته باشه موهای بلند و تیرش بود. فعل gave رو داریم. گذشته give و بعد کلمه comfort. اسم هست به معنای آرامش. یه چیزی به من آرامش میده. مثلا قهوه. Coffee gives me comfort. اینجا هم همون. The only thing that always gave her comfort. تنها چیزی که بهش آرامش میداد. گذشته هست فقط. قسمت بعدی فعل made. گذشته make. یه چیزی باعث میشه شما احساس خوبی داشته باشید. مثلا همون قهوه. Coffee makes me feel good. قهوه باعث میشه احساس خوبی داشته باشم. اینجا هم همونه. Made her feel good. میتونم کل جمله رو با همون قهوه مثال بزنم. The only thing that always gives me comfort and makes me feel good is coffee. One day, her best friend Sarah suggested, why don't you try changing your hairstyle a little? یه روز بهترین دوستش سارا پیشنهاد داد چرا یکم مدل موهات رو عوض نمی کنی؟ فعل suggested پیشنهاد داد. گذشته فعل suggest. من این کلمه رو suggest تلفظ نکردم. چون بعد از اس همونطور که توی تصویر می بینید صدای شوا رو داریم. suggest. Why don't you? Why don't you? وقتی صدای ت و ی به هم دیگه میچسبه صدای چه تولید میکنه. مثال دیگه what you که میشه watch you. ساختار why don't you do something برای وقتی که میخوای به کسی پیشنهادی بدی که چرا فلان کار رو نمی کنی. چرا نمیری دکتر؟ Why don't you see a doctor? چرا آب بیشتری نمیخوری؟ Why don't you drink more water? و اینجا فعل try رو داریم. بعد از try اگه فعل بعدمون ing بگیره یعنی میخواد امتحان کردن چیزی رو نشون بده. Try walking. Try drinking more water. اینجا هم try changing. چرا امتحان نمی کنی این تغییر استایل موت رو؟ Her friend even walked her to the salon door. دوستش حتی اونو تا درب آرایشگاه همراهی کرد. فعل walked گذشته walk. برای اینکه بگی کسی رو تا جایی همراهی میکنی از این ساختار استفاده میکنی. Walk someone یعنی اون شخص to و بعد place اون جا رو میذاری. مثلا She walked me to the bus station. اون منو تا ایستگاه قطار همراهی کرد.
لیلا was happy. She thought this would be a positive change. لیلا خوشحال بود. اون فکر میکرد که این تغییر مثبتی خواهد بود. فعل thought گذشته think. و بعد would. This would be a positive change. اگه زمان جمله حال باشه. من بخوام بگم من فکر میکنم که این یه تغییر مثبتی خواهد بود، میگم I think it will be a positive change. ولی اینجا گذشته هست. پس think تبدیل به thought میشه و will تبدیل به would میشه. Inside she told the stylist, I just want a small trim, just to make the ends neat and tidy. داخل آرایشگاه به آرایشگر گفت فقط میخوام موهام کمی کوتاه بشه. فقط برای اینکه نوک موهام مرتب بشن. کلمه trim اینجا فعل نیست، اسمه. فقط یه مرتب کردن کوچیک میخوام. I just want a small trim. یه مثال دیگه. My beard needs a small trim. ریشهام احتیاج به یه مرتب کردن کوچیک دارن. Make the ends neat and tidy. این ساختار برای وقتی استفاده میشه که بخوای تغییری توی یه چیزی به وجود بیاری. مثلا میخوای بگی که گلها اتاق منو خوشگل کردند. این تغییر رو توی اتاق من ایجاد کردن. The flowers made گذشته make. Made my room beautiful. While the stylist was working, Lila was distracted by her phone. در حالی که آرایشگر کار میکرد، لیلا حواسش به تلفنش پرت شد. While در حالی که. بعد از while گذشته استمراری داریم. While یک کسی در حال انجام کاری بود. آرایشگر در حال کار کردن بود. قسمت بعدی گذشته ساده. She got distracted. got گذشته get. یکی از کاربردهای get که قبلا هم در موردش توی پست‌های قبلی گفتم اینه که بعدش میتونیم یه صفت بذاریم. شدن، خوشحال شدن، ناراحت شدن، خسته شدن. اینجا distracted هم یه صفته. ولی توی ترجمهش به فارسی شکل صفت استفاده نمیشه. I got tired. خسته شدم. I got interested. علاقه‌مند شدم. When she looked up, she saw that her hair was much shorter than she wanted. وقتی که سرشو بلند کرد، دید موهاش خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که میخواست. When یعنی زمانی که. ترتیب زمانی بین دو تا اتفاق نشون میده. وقتی که سرشو بلند کرد، اون دید. اول سرشو بلند کرد و بعد دید. قسمت بعدی much shorter. در مورد صفتهای برتر تو ویدیوی قبلی براتون گفتم. اینجا یه much اضافه تر داریم. صفت short er میگیره میشه shorter و بعد قبلش much میگذاریم برای اینکه شدتش رو بیشتر بکنیم. خیلی کوتاه‌تر. خیلی بزرگتر. much bigger. خیلی بهتر. much better. و کلمه than به معنای از. بعد از صفتهای برتر یا صفتهای مقایسه‌ای از than استفاده می‌کنیم. دو تا آیتم داریم که می‌خوایم با هم مقایسه‌شون بکنیم. یکی از اون یکی بزرگتره، کوچیک‌تره، بلندتره یا هر چیز دیگه یا بهتره یا بدتره. مثلا دو تا شخص Jack is taller than Ted. ولی اینجا تو این جمله ما یه چیز داریم با یه فکر. آیتم اولی یه چیزه her hair was shorter than she wanted. یعنی اون فکرش، اون چیزی که میخواست. یه مثال دیگه Emma is shorter than she thought. اما کوتاه‌تر از اون چیزیه که فکر میکرد. دو تا نکته تلفظی داریم. اولیش اگه توجه کرده باشین توی داستان تصویری کلمه shorter رو من shorter تلفظ کردم. اینجا T قبلش R هست و بعدش E. در این حالت T تبدیل به D میشه. کلمه دیگه wanted که تلفظ کردم wanted. T بعد از N
یه جورایی سایلنت میشه. مثل کلمه 20 که میشه 20. The internet میشه the internet. توجه کنیم که بعد از تی همیشه حرف صدادار داریم. On the way home, she kept her head down, hoping nobody would notice. در راه بازگشت به خونه سرش رو پایین گرفت به امید اینکه کسی متوجه نشه. On the way home. در راه بازگشت به خانه. به جای کلمه home میتونیم هر مکان دیگه ای رو بگذاریم. On the way to work. On the way to the supermarket. قسمت بعدی she kept. kept گذشته keep. نگه داشتن. سرش رو پایین نگه داشت. قسمت بعدی hoping nobody would notice. در اصل این قسمت بوده she hoped nobody would notice. She hoped تبدیل شده به hoping. و نکته تلفظی کلمه notice. notice تبدیل به notice میشه. T صدای دی میگیره که قبلا توی ویدیو قبلی براتون گفتم. T بین دوتا حرف صدادار او و آی قرار گرفته که البته حرف صدادار آی صداش ای هست. Notice. When she got home, her friend Sarah said, Wow, Lila, you look amazing. Your face looks so bright now. وقتی لیلی به خونه رسید، دوستش سارا گفت وای لیلی، تو فوق‌العاده به نظر میرسی. صورتت خیلی روشن به نظر میاد. فعل got گذشته get رسیدن به جای. I got home. She got to the class. She got to the airport. کلمه home قبلش تو نمیگیره ولی برای مکانهای دیگه تو استفاده میکنی. فعل look که قبلا در مورد صحبت کردم. وقتی میخوایم در مورد چیزی که چشمامون میبینه نظر بدیم از فعل look به نظر رسیدن استفاده میکنیم. مثلا میخوایم بگیم تو زیبا به نظر میرسی. You look beautiful. You look tired. خسته به نظر میرسی. همونطور که میبینید بعد از look ما صفت داریم. از صفت ما اینجا amazing یعنی فوق‌العاده، عالی. قسمت بعدی جمله یه look دیگه هم داریم. You look so bright. bright هم صفت هست. روشن، خیلی روشن. So bright. You look so bright. خیلی روشن به نظر میای. Lila was still shocked, but her friend's kind words made her feel a little braver. لیلا هنوز توی شوک بود، اما حرفای مهربون دوستش باعث شد کمی احساس شجاعت بیشتری بکنه. کلمه still یعنی هنوز. هنوز توی شوک بود. shocked اینجا صفت هست. توی فارسی میگیم شوکه. انگلیسی shocked. و فعل made که ساختارش رو یاد گرفتید. مثلا میخوایم بگین که یه داستانی باعث شد که تو حس غم داشته باشی. میگی The story made me feel sad. She realized that true beauty isn't just about hair. It comes from how you feel inside. او متوجه شد که زیبایی واقعی فقط در مورد مو نیست، بلکه از احساسی که درونت داری سرچشمه میگیره. فعل realized ایدی گرفته. ساختارش به این شکله. فاعل رو میگذاریم، بعد realized that و بعد جمله شروع میشه. صفت true به معنی حقیقی و واقعی. مثلا دوست حقیقی. True friend. و فعل come به معنای آمدن که باهاش مطمئناً آشنا هستید. اینجا به معنای سرچشمه گرفتن هست.